السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قصه حیاتی را که یک کلین ابله یک عائله را برباد داد و به سبب آن بین دو برادر کشتار تبدیل یافت به شما نقل خواهیم کرد. مادر ذات مقدس است. مادر زیر جایش جنت است. مادر تکیهگاه دنیا و ستون عائله است. خود را فراموش کرده با فکر فرزندانم عائله‌ام زندگی میکند. مادران محترم، گرچند که مویشان سفید شده، نور چشمانشان کم گردیده، رویشان آجین زده، باز هم خود را فراموش میکنند. ما فرزندان گاه گاه ناخواست یا با اختیار دلشان را می آزاریم، رنج می دهیم، ولی آنها می بخشند، دوست می دارند، از جان هم بیشتر می پسندند. اگر ما بخندیم، آنها چندین مراتب بیشتر میخندند. اگر بیمار شویم، 1000 بار میسوزند. مادر مهربان، مادر غمخوار. بیکار نگفتند. دنیا برای دلگشادان وسیع، برای تنگدلان تنگ است. برای فرزندان این خاندان تمام عالم نیز تنگی کرد. آنها خیلی خوشبخت بودند تا زمانی که کلین به خانه آمد. اکای ربیم و اپای آدینه به فکر خانه‌دار کردن پسرانشان افتادند. به 2 پسر 2 کلین یافتند. 2 مرتبه توی برپا کردند. لباس و جهاز مهیا نمودند. آیا آسان است 2 توی کردن؟ اما آنها که آرزو و هوس داشتند، اپا و خواهر را به 2 اوکا کلین کردند. همه چیز آماده شد و روز توی معین گردید. توی با چنین شکوه و زیبایی گذشت. همه در حیرت. جمال فرزند کلانی و تکیهگاه خاندان بود. کمال باشد از اکاش 3 سال خردتر، خصوصیت‌های خصلش شاید به خردیش وابسته باشد، کمی جدی و اندیشمند بود. هرچند کمی اینجیقی میکرد، ولی به گروه آدمان عاقل و اندیشمند داخل میشد. جمال نسبت به اوکاش جدیتر بود، ولی به اندیشه عمیق فرو نمیرفت و کمی خاموش طبیعت بود. کلین‌های نو همسران زیبا و چابک و دستکار بودند، اما از زمره کسانی که حق خود را سخت طلب میکنند از همانها بودند. کلین کلانی حسنیه به مانند شوهرش کمگپ و کم آدم گریز، ولی زبان دراز. وقتی عصبی میشد گویا جاغش به ایست حرکت میکرد. کلین خردی ماهیره تماما برعکس، خوشحال، شوخ، یک گپ میزد و 10 بار میخندید، ولی با وجودی شوخ طبعی خیلی اندیشمند بود. اولها اپای آدینه از کلیندار شدنش و دیدن چنین روزهای خوش به خدا شکر میکرد، اما پس از 7 ماه همیشه از کلین کلانی حسنیه شکایت میکرد. گاه زیر لب پیچیرا زده برای کلینش از خدا انصاف میخواست و میگفت آخرش بخیر شود. سببش آن بود که حسنیه که از بیرون گویا شخصی وزین مینمود، در اصل زبان زهرناک داشت و دائما به کسی زهر میچکد. نگاه میکرد که کیست در پیشش. اگر خوشدامنش یگان کار را امر میکرد، میگفت من خود را خوب حس نمیکنم، میخواهم بخوابم. چرا دائم به من کار میدهید؟ من کلین هستم یا دوگانه شما؟ و تمام خاندان را به شور می آورد. همین که شوهرش از کار می آمد با او می گفت مادر از من راضی نیست، مرا از سحر تا بیگاه مثل غلام کار می فرماید و کوشش می کرد که جمال را به طرف خود کشد. آخر مکر حسنیه کار داد. در این 7 ماه تکیهگاه عائله جمال اول تدریجاً سپس تماما دیگر شد. در اصل نه 7 ماه بلکه 1 ماه پس از توی او به پدر و مادرش آواز بلند میکرد و خواهرانش دست میزد و با بهانه حق طلبی
با رفتار بد شروع کرد. برعکس زد و خورد لفظی با پدر و مادر و زورآوری نسبت پدر تبدیل یافت. بعد چند وقت پدر و مادر که پیش از این پسر خردی کمال را جدا کرده به خانه دیگری روان کرده بودند، حالا پشیمان می شدند. از این حالت دردناک کمال کاملا بیخبر بود. او فکر میکرد که همش خوب است و به اکه‌اش باور داشت. به سبب مشغول بودن به کار خود زود به دیدار پدر و مادر نمی رفت. از جنجال‌های پی در پی دل بیزار شده هم پدر و هم مادر در حیرت بودند. آیا واقعا این فرزند از نسل ما باشد؟ گفته خود را می‌خوردند. مادر غمزده که قلبش پر از زهر و غصه بود به هر ناخوشی چشم می‌پوشید تا جنجال بالا نگیرد. پدری صبرناک می‌دید که چگونه همسرش از جانب فرزند خود تحقیر می‌شود. دیگر طاقت نکرده جمال را دعای بد می‌کرد، با او لعنت می‌خواند. مادر باشد تنها با ناله فرزندم زندگی می‌کرد. از خدا خواهش می‌کرد که اگر هم بزند عمرش دراز باشد، اگر هم بنوشد ایمانش را دهد. درباره کردارهای فرزندش با مردم چیزی نمیگفت، فقط برای او توبه میکرد. پیران سال همیشه از خدا میپرسیدند که برای کدام گناه چنین جزا را میبینند و در تربیه فرزند در کجا خطا کردند نمیدانستند. جانهایشان به عذاب افتاده بود. روز پسر خردی کمال از همه این واقعه ها خبر یافت. همین که شنید زود به نزد پدر و مادرش شتافت. از خشم و حیرت که اکم به پدر و مادر خود دست میزند آتشین شده آمد تا آمدن اکه‌اش را انتظار شود. مادرش بازاری گفت: جان فرزندم، به خانه‌ات برگرد. خدا نکند باز به اکد یگان گپ و نافهمی شود. مردم میخندند کو. همین جا نماند رو گفت با التجا. اما کمال قبول نکرد. بچه جان، هیچ چیز نمی شود. اکم این طور نمی کند. بگذار بیاید یک گپ میزنم. تشویش نکشید. مادرش را آرام کرد. چند لحظه پس جمال مست با پای بزور راست به خانه در آمد. وقتی که اوکش و پدر و مادرش را در صحن خانه نشسته دید به جای سلام گفت: ها، یعنی اینها به تو شکایت کردند؟ همین؟ تو بیعقل، بیا رو به خانه‌ات. با دشنام گفت به اوکش. سپس به زنش فریاد زد: حسنیه، ای حسنیه، کی گفت که در اینجا جای پرتایی؟ تیز جمع کن. اکا، اگر نمیخواهید بیایم نمیآیم. تنها ننوشید. پدر و مادر و خواهران را نزنید. برای چی چنین میکنید؟ به خودتان نگاه کنید. با مهربانی گفت کمال. او میخواست اکاش را با انصاف دعوت کند، اما به جای پند مشت گرفت. اکا و اوکا با هم جنگیدند. آن روز در یاد ماهیره مثل امروز باقی ماند. همش در یک لحظه روی داد. وقتی پدر و مادر زد و خورد فرزندانشان را دیدند به میان در آمدند. در همین وقت نمیداند چی طور به دست کمال کار افتاد. و این را اصلا نمیخواست. هنگام جدا کردن آنها جمال با ضربه پدر را زد. بیچاره پدر افتید و روی پنجره های آهنین با سر زد. عمر پدر بی وقت قطع گردید. با دیدن پدر در خون غوطه‌ور چهره کمال پر از قهر شد و کاردی را که در دست داشت بی خطا به سینه اکه‌اش زد. همین طور عمر دو انسان خاتمه یافت. حیات دو عائله، دو برادر و خواهران برباد رفت. کمال به پس پنجره آهنین محکوم شد. مادر بیچاره باشد پس از 1 سال از دنیای فانی رفت. حسنیه تنها ماند. ماهیره باشد با یک قلب دیگر
در وجودش به خانه پدر برگشت. بله، راستی برای این عائله جهان تنگ شد. مادر بیچاره از غم فرو ریخت. وقتی که جان میداد حسنیه را لعنت کرد. چشمانش با الم گشاده ماند. حسنیه در آغوش زخم بی انتها و ارمان پایان پذیر ماند. کمال تا حال در زندان است. ماهره با پسرچه خرده‌اش زود زود به دیدار او می رود. آنها انتظار آزاد شدن کمال هستند. کمی مانده است. بعد 2 سال باز با هم خواهند شد. حالا ماهره با خواهرش در خانه پدر یکجا زندگی میکنند، ولی با هم حرف نمیزنند. ماهره نمیخواهد سخن گوید. او را بخشیده نمیتواند. حسنیه باشد گناه خود را میداند، اما طاقت کرده نمیتواند. دیگر دیر شده است. گویا از خاطر رفته باشد. حیات بیرحم است. تقدیر ازلی رحم را نمیشناسد. در طول این 4 سال گذشته هیچ کس به زیارت قبر جمال نرفت. حتی خواهرانش هم یک بار هم او را یاد نکردند. گویا گفته باشند اگر یک انسان قبیح از بین رود، جهان چیزی را از دست نمی‌دهد. اما از دست دادن 2 فرشته، پسری که پدر را می‌کشد و به مادر دست می‌بردارد، دیگر فرزند نیست، عاقب پدر است. اگر پدر و مادر می‌دانستند که تولد او انجام عائله خواهد بود. هیچ یک فرزند نباید در جهان به پدر و مادر دست بلند کند، آنها را ناراضی سازد، لعنت آنها را گیرد یا خطا کند. زیرا مادر مقدس است، پدر بزرگ است و کسانی که آنها را احترام می‌کنند انسان واقعی هستند. این است مقام حقیقی انسان. دوستان عزیز، آیا همین گونه عاقب پدران در جامعه ما نیست مگر؟ شما چی فکر دارید؟ پدر و مادر این عائله در کجا خطا کرد؟ فکرهای خود را بیان نمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.